ای دودار همین بس بس ولی همین ای بیو ای گوش کن ها همین تو دودریم هستی یا نیستی هستم بس تو کدام دودریم هستی هستم دودریم کی باشی ها ما گفتم که این همین کورکت مریم مینوت بته من میپوشم میرم بومو میتم تا نه کار دارم آخه نه کار بیو یا مینوت پوش یا مینوت چن کنو بیو زور کردی تو پوشون خواهی ما اکن نداشته باشم که بگیرم همین ها نه اینه مشتر کو میشته مجبور کشیدش بند میشه های نمیره حکای بابی های نتیار شده زبیدای میزه اله اینا اوه خلا چک نکن وقتی من بقاپم آخی همین چیزی هسته که دست تده بتون او با کی نمیتی اینا دستی مومت میتون اینا نگاه کن یعنی که به احتیاط نگیرن این دروش ده پول داره پول داره آه یعنی کامپیر جان برو پولش ای دروش برور اینا تو پلنگ جانی مدلی واسه نو بخر چاقو بخزه بیایش و این بچه مایدکی ده چی مصفه خیلی با ماهی دیگه این نفقی یا ماها یک تشت میرسه تو ما مالی بیا تو پلن پشت رفته انا تو پلنگ براری کار همه چی چینی تنات دگی بدوها اوزبی بیزار کردی کو بابی در حیات دکو بابی تیا خدمت کردی تا حالا لباسای مرا نمیدوزه شاخه بابی بله واسه کی رو میدادم شا و این جله که خطا میدوزه شا یک جله که من در تنش بکافم با من چی میپوشم حالا میبرا ای مرا میدارونم باخی لباسای مرا دوزه شا اگه شما ده فرقش یه هر دوت قدی اکد یک خیلی همه نمیدوزه شاخه نه ما گرفت مرد اکشایده با بماندم به لباس با همه بیچاره بلیواس بگرده همین روزی درست خواهد خواه میت کار کرده میکردم با پلاوی دمیتیم انا دیدی خوای برای وای خوای که همه بیچاره حق و لیواس نو داره که بپوشه برای همه که خوای فهمیدی؟ فهمیدم وقت نگی چکن یارو قلم چک کردن در کاره وقتش گذاشته سه با این عمل نمیکنه باید خوش من میکنم پلاوی میگیرم لباسای نو میخوام خورده ایجا بیا پیش بیا بخوابی تا اینا یارش قلم چک میکنی تا ای گاب زدر بفره نشیدی بخوابی تا اینا ای گاب زدر بفره نشیدی میگم یه خیلی واسه مدونی تا چی ده بفرمشتم حالا همه رو میدارونه میبو اشتاقوی بخوابی تا تو همین قدر واق کردن تا نمیروی دو دونک تخ بریان کنی یک تا خودت بخری یک تا ما نمیشه عموما مرایی کرده که با تو حالا هم تخ بریان کرده نمیتونی بخوابی تا اینا همین وظیفه محمد فقط تخ بیرون کنی های وای محمدی مولی محمد میشید اقلا تخ میجوشون خبید نمیپوشم این خیلی لباسا او چون نمیپوشی یک آزاده پل داده خریدم تو رو چون نمیپوشی آخه همون پالتونو بگیردم چون نگیردی همین وقت پالتای هازی آخه چه خیلی گوده که یکا و با 6 ماه پاس برف میبور میپوشیدم آخه با همون 6 ماه پس میخریم ویرا خواستی نگاه که یک آزاده خریدم همیارین بیا برای مالی بابیت نشان بده بیا اینجا نمیشه یارم نمیپوشم او چون نمیپوشی آخه نه نمیپوشم کمپیر جون آمده ایجی بیا ای همیر مرا چوقتی همیر روی کرده شما همین نویری میداکید که دل جگر خورد بخواب یه رحمان وای هم گشنو موندم هم یاد کردم تو نیه
به شما نمیشیده بیا خانم مریم ابد یاره مصفه بقبی تا لباس خریدیشه ها مصفه خریدم لباس ها همون تی زنه کش گرفتگی دم نمیزنه تو کنم لباس را نمیشه نمی پوشم بیاری جی یا ببینه بیا آخه ایستر بیا نمیشه میخوام لباس نمیخرم خودت همیشه خوش کردی گرفتی کو؟ من خوش نکردم خودت خوش کردی چه خیلی لباس گرفتی شق یا ببین یارو ببین شروعه خیلی لباسش یک آزاده گوی اینجا بیار ها رفتم بینم که خودت یک نشان میتیم خوش رو بود مصفه داخل یک آزاده گرفتم آخه اینی بی چه که تو نمیپوشیدی ما گفتم یا پالتو مخر پالتو نیم چه این داری چی میخندی نه حالی همین تو دیدی که در روی همین چیه نمیپوشم اینه نگاه که اینه یک آزاده خریدم شه یک آزاده کجاش بزده وی همیره همین هم برک شده بقباوسوش یا این برک نیست هایی واه یه با پریز داشته دیدی انی شاید تو ای وای کورکه بدای کو آیه کورکه آخی؟ اما پالتو بخر گفتم انا دیدی آخی بقبیشه ایشو بقب ولی بس اینی بی ایشم کورکای آخی یک آزاده اینه کجاش بزده وی همیره نه بیزم نیست خوش رو اینجا بیاره اون نه که فقط کورکه خریدی بیچاره پالتا بخر گفته بدای چون پالتا نخریدیشم او همین وقتی پالتا یا خیلی تا پالتا رو 6 ماه دیگه وقت مصفه آخه آدم منو یا چیه میخره که 6 سال بپوشم ای 6 سالگی تا 18 سالگیش بپوشم همین هم لباس شد اینو بی زمستان نمیشه حالی دم نمیشه حالی ده گرمه زمستان ده خنک پالتا خوب بوده ای آخه من چی بگم کاش که همین مامان تو رایی نمیکردم این مامی تو وبشید اینو میدونی ذوق هم نداره تو ذوق لباس خوشکنی هم نداری تو نه ذوق خوشرویی داری نه ذوق بیزبی رو تو که عموما اینو ذوق خوش کردن نداری یک کامپیوتر تعمیر میدونی تو ذوق خوش کردن نداری ها فهمیده چی؟ محمد ذوق خوش کردن نداره فهمیدی؟ تو که عموما ذوق خوش کردن نداری نه؟ ها؟ تو عموما ذوق خوش کردن نداری هم چیزی خوش کردنیشی تو اینمی حیف یک ماه نفقم حیف یک ماهی مهنتم حیف پلوی یک ماهم تو تماما ذوق خوش کردن نداری مصفه چی میگی؟ من اگر ذوقی خوش کردن میداشتم آخه همین ترخش میکردم واه